تصور کنید نیمه شب است. صدای چکمه ها روی پله‌های چوبی پیچیده. در می‌لرزد. قلب شما داره از سینه بیرون میزنه. اما میدونید فرار بیفایده است. چون این شروع یک داستان وحشتناک نیست. این شروع یک سیستمه. سیستمی که قرار است هویت و حتی نام شما را ازتون بگیریم. به دنیای مجمع الجزایر گولاگ خوش آمدید. جایی که اولین درس شما اینه. در اینجا هیچ کس بیگناه نیست. دستگیری در گولاگ هیچ وقت شبیه فیلم ها نبود. مأموران انکابیده نمی اومدند که یک مجرم رو بگیرن. اونها می اومدن که یک شهروند رو به یک زندانی تبدیل کنن. اغلب بین نیمه شب تا سحر بود. 5 ضربه محکم به در شما را در لباس خواب در برابر خانواده تان با همان چشمهای از ترس یخ زده دستگیر می کردند. هیچ توضیح داده نمی شد. فقط یک جمله استاندارد. همراه ما بیایید. این اولین ضربه بود. ضربه‌ای که می گفت قانون ما هستیم. بعد نوبت به سوار شدن به کامیون‌های مخصوصی بود که سیاه رنگ بودن. معروف به بلک مارونی بود. داخلش قفسه فلزی کوچک بود. شما رو مثل یک حیوان در اونجا مینداختن. تاریکی مطلق. فقط صدای نفس‌های دیگران بود. بوی عرق و ترس. این سفر اولین مرحله از حذف شما از جامعه بود. شما از پشت پنجره‌های مشبک برای آخرین بار خیابان‌های آشنا، چراغ‌های شهر، زندگی عادی را می‌دیدید. زندگی که می‌دونستید دیگر به آن باز نمی‌گردید. پس از آن شما به مکانی می‌رسیدید که نه زندان بلکه یک بازداشتگاه موقت بود. اینجا بازی روانی شروع می‌شد. بازجو به شما میگفت اعتراف کن. ما همه چیز را می‌دانیم. آنها اغلب حتی سوال مشخصی نمی‌پرسیدند. فقط می‌خواستند شما را خرد کنند. خسته کنند. وادارتان کنند که علیه خودتان، علیه دوستانتان، علیه هر کسی که میشناسید چیزی بگویید. این اعترافات در پرونده‌ای به نام پروتکل ثبت میشد. سندی که قرار بود بعدها قانونی بودن حبس شما را ثابت کنه. دروغ بزرگ که با امضای خودتان مهر تایید خورده بود. اگر از مرحله بازجویی جان سالم به در می‌بردید، نوبت به طولانی ترین و فرساینده ترین بخش سفر می رسید. قطارهایی که برای حمل دام طراحی شده بود، اما حالا پر از انسان بود. هواخوری یک بار در روز، واگنایی به نام استول، غذا یک تکه نان و مقداری سوپ آبکی بود. سفرگاهی هفته‌ها طول می کشید. در این سفر شما با واقعیت گولاگ آشنا می شدید. از هر قشر و صنفی بودند. استاد دانشگاه، کشاورز، کارگر و هنرمند. گولاگ برای همه جا داشت. از سرانجام پس از این سفر فرساینده به مقصد نهایی می رسیدند. خود اردوگاه. اما پیش از ورود یک مراسم استقبال داشتید. سخنرانی فرمانده اردوگاه. شما اینجا هستید تا با کار خود جامعه سوسیالیستی را بسازید. شما دشمن مردم هستید و این فرصت را دارید که با کار سخت خود را بازسازی کنید. این آخرین لایه از دروغ بود و این گونه بود که فرایند تبدیل یک انسان به یک شماره به پایان اولین مرحله خود می رسید. شما دیگر آن شخص سابق نبودید. شما حالا یک ذکر بودید، یک زندانی. هویت شما گرفته شده بود. روح شما در بازجویی خرد شده بود و بدنتان با یک سفر طاقت فرسا فرسوده شده بود. اما وحشتناکترین بخش ماجرا اینجا بود که این تازه اول راه بود. جهنم واقعی پشت درهای اردوگاه انتظارتان را می کشد. جایی که سیستم
طوری طراحی شده بود که نه تنها بدن شما بلکه آخرین ذره‌های امید و انسانیتتان را نیز از بین می‌برد. اما چگونه یک انسان در چنین شرایطی زنده می‌ماند؟ چگونه می‌توان در میان یخ و آهن و گرسنگی معنایی برای زندگی پیدا کرد؟ این فقط شروع ماجرا بود، چون بزرگترین تراژدی بولاک مرگ فیزیکی نبود بلکه مرگ شخصیت بود. تصور کنید در اتاقی دربسته زیر نور خیره کننده لامپ با کسی روبرو هستید که قصد داره نه اطلاعات شما بلکه هویت شما را ازتون بگیره. به مرحله دوم خوش اومدید. مرحله‌ای که در اون روح شما را تکه تکه میکنه. اتاق بازجویی، صحنه‌ای برای نابودی روان. بازجویی در گولاک یک استراق سم ساده نبود. یک ریتوال پیچیده روانی بود. بازجو، مهندس روح، یک هدف داشت: شکستن شما. او با سکوت‌های طولانی شروع می‌کرد. با نگاه‌های خیره، با این سوال که می‌دونی چرا اینجایی، در حالی که خودتان هم نمی‌دونید. این نادانی اولین سلاح بود. شما را در تاریکی نگه می‌داشتند تا ترس خودش قاتل شود. بازجوها از روش‌های استانداردی استفاده می‌کردند که روی هزاران نفر جواب داده بود. شب بیداری‌های متوالی، ایستادن طولانی مدت، تهدید به دستگیری عزیزانتان و سپس ناگهان تغییر چهره میدن. یک فنجان چای پیشتان میگذاشتند. با شما مثل یک رفیق حرف میزدند. میگفتند اعتراف کن تا آزاد شوی. این اوج بازی بود. آنها میخواستن شما نه از ترس که از روی امید دروغین خودتان را محکوم کنید. نتیجه این بازی همیشه یکی بود: اعتراف. شما به چیزای اعتراف میکردید که انجام نداده بودید، به جاسوسی، به توطئه، به اندیشیدن. اما این فقط یک کاغذ نبود. این امضا سند رسمی تسلیم روح شما بود. شما با این امضا به دروغ سیستم مشروعیت بخشیده بودید. حالا دیگه سیستم میتوانست بگه که ببینید خودش اعتراف کرده. بازجوها از روش‌های استانداردی استفاده می‌کردند که روی هزاران نفر جواب داده بود. اگر در برابر بازجو مقاومت می‌کردید، نوبت به تله‌ای ظریف‌تر می‌رسید: همسلولی‌های جاسوس. زندانیانی که با سیستم همکاری می‌کردند و در ازای یک وعده غذای اضافه هر حرف شما را گزارش می‌دادند. اینجا بود که شما به بزرگترین درس گولاگ پی می بردید. به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، حتی به خودتان. در پایان این فرآیند که گاهی هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشید، آنچه باقی می‌ماند یک انسان بازسازی شده نبود. یک انسان تهی شده بود. شما دیگه نمی‌دونستید چه چیزایی راسته، چه چیزایی دروغ. از دوستانتان بیزار بودید. به خانواده‌تان بدگمان بودید. روح شما چنان خرد شده بود که برای ورود به اردوگاه کار آماده بودید. پس بازجویی فقط یک مرحله اداری نبود، یک آزمایشگاه شستشوی مغزی بود که انسان را از درون متلاشی می‌کرد. اما وقتی جسم و روح شما از هم گسسته می‌شد، چه چیزی باقی می‌ماند؟ پاسخ این سوال را در تاریک‌ترین جای مجمع الجزایر خواهیم یافت. در خود اردوگاه کار اجباری. در بخش بعد به گولاگ سفر می‌کنیم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چگونه میشه در اردوگاه زنده موند. تا اینجا هویت شما گرفته شد و روحتان در بازجویی خرد شد. حالا دیگه یک زندانی تهی هستید که پا به جهان موازی می‌گذارید. اینجا جاییه که سیستم بی‌رحم‌ترین آزمایشش رو آغاز میکنه. آزمایش روی تاب‌آوری جسم و جان انسان. تصور کنید که در دمای 40 درجه
با شکمی گرسنه و بدنی بیقرار باید جنگل را خرج کنید یا معدن حفر کنید. اما بزرگترین شکنجه گرسنگی و سرما نبود. بزرگترین شکنجه ریاضی بقا بود. قلب تپنده گولاگ سیستم سهمیه ها بود. شما باید روزانه 100% سهمیه کار خود را انجام میدادید تا غذای کامل دریافت کنید. اگه 50% کار میکردید نیمی از غذا را میگرفتید، اما این یک معادله شیطانی بود. اگه کم غذا میخوردید ضعیف میشدید. اگه ضعیف میشدید کمتر کار میکردید. اگه کمتر کار میکردید باز هم کم غذا میخوردید. این چرخه مرگ بود که هزاران نفر را به کام مرگ میکشید. غذا واحد پول اردوگاه بود. یک کاسه سوپ آبکی و یک تکه نان. زندانیان برای سوپ دعوا میکردند و برای تهمانده سیب زمینی ها گاهی یک تکه نان میتوانست جان یک انسان رو بگیره یا باعث مرگش میشد. بسیاری حاضر بودند برای یک وعده غذای اضافی دوست خود رو لو بدن. گرسنگی آخرین مرزهای اخلاق رو از بین میبرد. علاوه بر گرسنگی 3 دشمن نامرئی دیگه همیشه در کمین بودند. سرما که اندامها را سیاه میکرد، بیماری که در ازدحام خوابگاه‌ها مثل آتش سری میگرفت و کار بیامان که استخوان‌ها را خورد میکرد. پزشک اردوگاه نه برای درمان، برای تشخیص شایستگی کار حاضر بود. اگه میتونست روی پای خود بایستید قابل کار محسوب میشدید، حتی اگر در آستانه مرگ باشید. اما شاید دردناکترین جنبه زندگی در اردوگاه سلسله مراتب درونی بود. در رأس هرم بلاگودارنوی یا مصیبت دیدگان حرفه‌ای قرار داشت. زندانیان خطرناکی که با همدستی نگهبانان بر دیگران حکومت می‌کردند، در پایین‌ترین سطح دوش‌ها روشنفکران و اسیران جنگی قرار داشتند که قربانیان اصلی این سیستم بودند. سیستم عمدن این تقسیم بندی رو ایجاد کرده بود تا زندانیان علیه یکدیگر بجنگند، نه علیه سیستم. با وجود همه اینها، جرقه‌های کوچیک انسانیت هرگز کاملا خاموش نمی‌شد. گاهی یک زندانی قدیمی یک تکه نان را با تازه واردی تقسیم می‌کرد. گاهی در سکوت شب شعری زمزمه می‌شد. گاهی یک نگاه، یک لبخند یادآوری می‌کرد که شما هنوز یک انسان هستید. این لحظه‌های کوچیک سوختی بود برای ادامه دادن، برای مقاومت از طریق بقا. پس زندگی در اردوگاه فقط یک مبارزه فیزیکی نبود، یک آزمون فلسفی بود. آیا انسان میتواند در شرایط غیر انسانی انسانیت خود را حفظ کند؟ اما برای کسانی که از این آزمایش جان سالم به در می بردند، یک سوال اساسی تر مطرح می شد. این همه رنج چه معنایی میتواند داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را در عمیق ترین بخش سفرمان خواهیم یافت. اردوگاه کار انسان را تا مرز نیستی می برد. اما درست در همون لحظه‌ای که همه چیز از دست رفته به نظر می رسید، یک پدیده شگفت انگیز رخ می داد. وقتی زندانیان به جای اینکه شکسته شوند، از درون متحول می شدند. گویی رنج بی پایان آنان را به سطح بالاتر از وجود می رساند. این بخش نه در مورد زجر کشیدن، بلکه در مورد کشف معنای زندگی در دل مرگ است. نخستین تحول تغییر نقش از قربانی به شاهد بود. زندانی می‌آموخت که او تنها کسی نیست که رنج می‌برد. این چشم داشت به میلیون‌ها انسانی که در این ماشین عظیم نابودی گرفتار شده بودند. این آگاهی بار مسئولیت بزرگی بر دوش می‌گذاشت. مسئولیت به خاطر سپردن و بازگو کردن حقیقت. وقتی همه چیز از انسان می‌گیری، آزادی، عزت، عزیزان، در نهایت به آخرین سنگرش میرسی. ترس از مرگ. اما وقتی حتی از مرگ هم نترسی، چه اتفاقی میفته؟ یک رهایی پارادوکسیکال. نگهبانان دیگه نمیتونستن تو رو تهدید کنن.
چون تو دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتی. این آزادی نهایی بود، آزادی از ترس. در جهانی که هر حرکت انسان تحت کنترل بود، انتخاب‌های اخلاقی کوچیک به بزرگترین تبدیل می‌شد. تقسیم یک تکه نان با کسی که از تو ضعیف‌تر بود. یک کلمه مهربانی در میان تحقیرها. خودداری از لو دادن همرزم. این انتخاب‌های به ظاهر ناچیز در واقع اعلام می‌کرد تو می‌توانی بدنم را بشکنی، اما روحم هنوز از آن من است. در نبود کتاب و معلم، خود رنج به استاد بزرگ تبدیل می شد. زندانی وادار می شد به عمیق‌ترین سوالات بپردازد. من کیستم؟ چه بر سر من آمده؟ آیا در این جهان معنایی وجود دارد؟ این تأمل درونی نوع تصفیه روح بود. بسیاری برای نخستین بار خود واقعیشان را در آینه رنج می دیدند. برای برخی این تحول درونی یک مأموریت مقدس تبدیل می شد. من باید زنده بمانم، نه فقط برای نفس کشیدن، بلکه برای اینکه روزی داستان این جنایت را برای جهانیان بازگو کنم. این مأموریت به زندگیشان معنایی میداد که از مرگ هم قوی تر بود. اونها میدونستند که تبدیل به آرشیوهای زنده حقیقت شدند. در میان تمام این تحولات فردی، یک کشف جمعی هم رخ میداد. همبستگی واقعی. نه آن همبستگی نمایشی که سیستم تبلیغ میکرد، بلکه پیوندی خاموش و قدرتمند میان کسانی که با شرافت رنج کشیده بودند. اونها میدونستند که بخشی از یک جامعه مخفی هستند. جامعه هایی از کسانی که عمق انسانیت رو لمس کردند. پس اردوگاه کار علیرغم تمام قسمت‌هاش به طور متناقضی میتونست به مکتبی برای رشد روح تبدیل شود. اما این داستان یک پایان هم دارد. پایانی که شاید عجیب ترین بخش این سفر باشه. وقتی سرانجام درهای زندان گشوده میشد و زندانی به دنیای خارج باز میگردد، با چه چیزهایی روبرو میشود؟ چگونه میتوان با مردمی زندگی کرد که هیچ درکی از آنچه تو تجربه کرده این ندارند؟ سرانجام روز آزادی فرا می رسید. پس از سالها اسارت درهای گولاگ گشوده می شد و شما به دنیایی باز می گشتید که روزی آن را ترک کرده بودید. اما این بازگشت یک پیروزی شاد نبود، چون شما به جهانی برمیگشتید که دیگر آن را نمی‌شناختید و جهانی که شما را نمی‌فهمید. این بخش در مورد دردناکترین حقیقت آزادی است. وقتی آزاد می‌شوی، تازه می‌فهمی که هیچ جا خانه نیست. اولین برخورد با آزادی یک شوک عمیق بود. دیگه کسی فریاد نمی‌کشید، کسی را کتک نمی‌زدند، اما این سکوت هم برایتان عجیب بود. شما از جهنم بیرون آمده بودید، اما نمیتونستید برای کسی تعریف کنید که جهنم چگونه جایی است. مردم عادی غرق در زندگی روزمره خود بودند. همان زندگی که شما سالها برایش دلتنگی کرده بودید. اما حالا شما یک غریبه در میان آنان بودید. بازگشت به خانواده شیرین و در عین حال تلخ بود. عزیزانتان پیر شده بودند، کودکان بزرگ شده بودند و شما سالهای گرانبهای زندگی مشترک را از دست داده بودید. اما عمیق‌تر از این جدایی فیزیکی یک شکاف عاطفی بود. شما تجربه‌هایی داشتید که هرگز نمیتونستید به طور کامل بازگو کنید. آنان سعی می‌کردند درکتان کنند، اما نمی‌توانستند. برای پیدا کردن کار مشکل داشتید. همسایه‌ها پشت سرتون پچ‌پچ می‌کردند و ماموران امنیتی هنوز مراقب شما بودند. این زندان نامرئی گاهی از خود زندان واقعی سخت‌تر بود، چون حالا شما ظاهراً آزاد بودید، اما در واقع به یک تبعید داخلی محکوم شده بودید.
در این میان یک پرسش اساسی ذهن شما را مشغول می‌کرد. چرا من زنده ماندم؟ چرا من؟ در حالی که هزاران نفر بهتر و قوی‌تر از من مردند. این احساس کنه بازمانده تا پایان عمر همراه شما میماند. هر لذت ساده ای، یک غذای خوب، یک روز آفتابی، با این فکر آلوده میشد که چرا دیگران از این نعمت محروم ماندند. اما در نهایت همه این رنج‌ها به یک درک می‌رسید. مأموریت شما تمام نشده بود. زنده ماندن شما یک تصادف نبود، بلکه یک مسئولیت بود. مسئولیت روایت کردن، مسئولیت مشاهده، مسئولیت شاهد بودن، مسئولیت اخطار دادن به نسل‌های آینده. الکساندر خودش این مأموریت رو با نوشتن مجمع الجزایر گولاک به انجام رساند. اثر او تنها یک کتاب نبود، بلکه صدای میلیون‌ها نفر بود که هرگز فرصت حرف زدن پیدا نکرده بودند. و این گونه بود که سفر ما در دنیای مجمع الجزایر گولاک به پایان رسید. سفری که از دستگیری شروع شد، از شکنجه و اردوگاه گذشت، به تحول روحی رسید و در نهایت به بازگشتی دردناک ختم شد. اما این سفر یک هشدار همیشگی برای همه ماست. هیچ جامعه‌ای در برابر سقوط به بربریت مسئول نیست.